السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بودی عزیز، به شما سلام دارم. من 2 سال پیش اویله داشتم در شهر مسکو. یک بچه خونه مثلا به پرسش پدر و مادرش من انیکوه خودشان گرفتن. اینا من وعده ها دادن که من زن نمیگیرم. بسیار وعده ها دادن استاد. خیلی با این 2 سال گذشت. صبح یک دختر چشیدم. 3 روز شد از برین صبر آمدن من آوردن و خانه دموندن استاد. از بس که گرجدنین راستیان گفتن که ماده قپیدگیان من یک جوده محکم کدگیان گفته استاد. اینا بعد فهمم که رفت وطن زنگیری رفتگیان استاد. حالم خیلی بد است استاد، نمیدونم چیکار کنم. یک مصلحت هم بدید استاد، همین دلم آرام شود استاد. خب هر چیزی که بنده مومن را ناراحت میکند وای مصیبت است. در بعضی روایت ها آمده است که وقتی که چراغ خاموش شد پیامبر صلی الله علیه وسلم دعای مصیبت را خواندند، انا لله و انا الیه راجعون گفتند. و در بعضی روایت ها وقتی که یک چیزی معیده ترین گم شد انا لله و انا الیه راجعون گفتند. بعد حضرت عایشه پرسیدند که یا رسول الله مگر همین مصیبت است؟ گفتند که هر چیزی که طبع مسلمان را خیره میکند وای مصیبت است گفتند. البته نسبت زنها وقتی که شوهرانشون زن میگیرد در بالایشون این مصیبت است، یعنی مصیبتی دنیوی هست. و وقتی که در نزد شیخ محمد ابن عبدالرحمن ابن قاسم یکی از فرزنداشون در سری دسترخوان به پدرشون میگوید که پدرشون عالمی بزرگ بودن. شیخ میگوید شما زنی دویم نمیگیرید؟ خیلی که فلانی شیخ گرفته است. بعد میگوید که همین سخنه در نزد مادرت عاق است. سخن شرعی بود، یعنی پیشنهاد کرد برای پدرش که از زنی دویم نمیگیرید، فلانی گرفته است. سخن شرعی هست، ولی گفتن همین سخن در نزد مادرت یعنی احتمال عاق شدنت است، چون که این مادر به غضب میبیارد. ببینید در نظر مادر، در نظر الله تعالی این گناه نه، در نظر پدر این گناه نه، لیکن در پیش مادر همین گپ گفتن یک گپی که اصلا درست است، گناه نیست، گناه است. یعنی اینکه در نظر زن وقتی که شوهرش زنی دیو میرید این مصیبت است. وقتی که مصیبت به سرتان آمد خواهر عزیز، مصیبت این سنت حیات دنیا هست. این مصیبت به سرتان نبیاد این مصیبتی دیگر میبیاد. هر روز انسان از مصیبت خالی نیست، از بلا خالی نیست. طبیعت این دنیا هست تا اینکه انسانها قدر جنت را دانند، تا اینکه دانند که بیهوده الله تعالی فلان عمل را کنید مکافات شما بهشت است، فلان عمل را اجرا کنید بازگشت شما به بهشت است. و چی معنا دارد؟ بهشت جایی که غم و غصه ندارد، جایی که مصیبت و بلا ندارد، جایی خواطری ندارد، جایی درد و الم ندارد. این دنیا پر از مشقت است. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیده شدند که ای الناس اشد بلاء، از همه مردم سربلاترین پربلاترین مردم که هستند، گفتند که الانبیاء، پیغمبرها، ثم الامثل فالامثل، سپس آنهایی که دیندار هستند. به قدر دینش انسان به بلا گرفتار میشد. اگر در دینش صلابت باشد یعنی دیندار باشد مصیبتش بالاتر و بزرگتر میبیاد. آن آدمی که در دینش رقت از سبوکی است مصیبتش به قدر خودش میبیاد که با نرود خودکشی کند. بعضی انسان ها طاقت معده ترین مصیبت ندارد. انسان در برابر مصیبت باید استوار باشد، مصیبت از جانب الله داند. الله تعالی همین مصیبت برای شما خواست، در نظر شما مصیبت است. الله تعالی همین برای شما خواست. شما گویید که الله اگر خواسته باشد، الله ظلم نمی کند. اللهی که برای شما از مادرتان مهربان است.
پدر و مادرتان شاید پدر و مادرتان گذشتگی، مادرتان گذشتگی شاید زنده هستند و از احوال شما بیخبر هستند، یا از اون دردی که شما حس میکنید عیناً همان نمیدانند. پدر و مادرتان به شما کمک کرده نمیتونند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که والله الله ارحم بعباده من هذه بولدها. قسم به نام الله، الله مهربانتر است از همین مادر به کودکش. یک زن دیدم که بعد جنگ در بین مرده ها فرزنداش جستجو میکرد، فرزند شیرخوارش، یک فرزند کودکی طفل میبرداشت، میدید که فرزندش نمیموند، یا فرزند دیگه میدید میبرداشت، میدید که از آن خودش نمیموند. بعد از اون فرزند خودش زنده دریافت. بعد بوسه میکرد، با آغوش میگرفت، بوسه میکرد، با آغوش میگرفت، آبی اشک چشماش از خرسندی میریخت که فرزندش یافت. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اترون هذه طارحة ولدها فی النار. شما گمان میکنید که همین مادر همین فرزندش به آتش میپرتاید؟ در یک جای چقوری هست، آتش هست، همین مادر فرزندش به آتش میپرتاید؟ قالوا لا یا رسول الله. گفتن که هرگز هیچگاه مادر فرزندش به آتش نمیپرتاید یا رسول الله. پدر و مادر فرزندش چنان دوست می‌دارد که حتی بعضی پدرها را شاهد شدیم که بیماری فرزندش دیده می‌افت که الله همین بیماری فرزند را به من ده و فرزندم شفا ده میگفت. این فکر میکند که الله تعالی عوض قطعی میتید. بعضی ها همین خیلی دعا میکنه الله فلان چیز نتیم، فلان چیز تی عقلم، فلان چیز نتیم عقل، فلان چیز تی. خیر نکنید، از الله تعالی همه چیز پرسید. اذا نکثر یا رسول الله قال الله اکثر. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره دعا صحبت کردن که از الله تعالی هر چی خواهید بپرسید، صحابه ها گفتن که این خیلی باشد بسیار میپرسیم، دعا را بسیار میکنیم. گفتن که الله اکثر، الله تعالی از دعاتون دیده بزرگتر و بسیارتر است. یعنی هر چقدر پرسید الله تعالی اکثر و اجابتاً دعاتون با بسیارتر اجابت میکنه. این خیلی نه که به الله تعالی گوید که الله تعالی فلان چیز نتیم عقل، فلان چیز ته سلامتی ته عقل، پول نتیم سلامتی ته. این خیلی نه، همه چیز خوب از الله تعالی نعمت پرسیدن گرفت. الله تعالی مانند مخلوق نه که گوید که یا اینته یا اینته، گوید همه شد پرسید از الله تعالی. ببینید پدر و مادر برای فرزند چنان مهربان است که این مهر و محبت بر قلب پدر و مادر علل خصوص مادر الله تعالی داده است. بنابراین الله تعالی گفت که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. ای پدر و مادر، الله شما رو وصیت میکند که به فرزنداتون میراث دهید. الله پدر و مادر امر میکند که به فرزنداتون عدالت کنید. الله تعالی به ما از پدر و مادرها ما دیده مهربانتر است. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگه آیا همین زن کودکش به آتش میپرتاد؟ صحابه گفتن هرگز. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگه قسم به نام الله تعالی، الله به بنده اش از همین مادر به کودکش دیده مهربانتر است. بنابراین برای شما الله تعالی از پدر و مادرتان مهربان است. وقتی که الله تعالی همین مصیبت برای شما روا دید، شما گویید که الخیر کله فی یدیک، نیکی همش در دست تو هست ای الله، نیکی از جانب تو هست و شر لیس الیک، بدی از جانب تو نیست، بدی به تو نسبت داده نمیشه. مادامی که تو همین خواستی، در پشت این مصیبت خیر است. هر مصیبت برادران عزیز، خواهران عزیز، در قفاش یک خیر است، حالی ما نمیدانیم. و بعضی در کتاب‌ها بعضی علما نقل میکنن، یه مثال عادی، یه پادشاه همراهی وزیرش به شکار میبراید. پیش از این همون وزیری دست راستش فقط به سری پادشاه یک مصیبت بیاد، البته مصیبت ها فقط به سری دیگرها، به سری آدم های کمبغل نمی بیاد. مصیبتی پادشاه ها عظیم است. هر یک آدمی که به نزد پادشاه می دراید یک خبری بده می بیارد. هر یک زنگ تلفنی یک خبری بده است. از همه آدمی که سربلا هست، یعنی پربلا هست، پادشاه های هم هست.
اونای خوف و خواطرشون از آدمای کمبغل زیادتر است. همیشه برای رفتن ملکشون شب و روز خواطر هستند. خواب میره، در خوابش فقط زوال ملکش خواب میبیند. خواب میبیند کسی آمده دولت گرفته است، همیشه در ترس است، مصیبت. بنابراین بسیاری آنها همیشه یا مواد مخدر میخورن یا عرق مینوشن تا اینکه نفهمن همین مصیبت ها را، یا داروها استفاده میبرن که یعنی که کمتر بی‌پروا کند آنها را. خلاصه الله سبحانه و تعالی وقتی که برای شما مصیبت خواست، اون مصیبت راضی شوید. الله که خواست در این مصیبت خیر است گوید. این پادشاه وقتی که به سرش هر باره که مصیبت میرسید وزیرش میگفت است که خیر است شاهم، خیر است، آن چیزی که الله خواست خیر است میگفت. خیر پادشاه هم گپی بد نگفت، آخر نام الله گفت، هیچ چیزی نمیگفت است، هر چیزی که الله خواست خیر است. بعد یه روز پادشاه با کار داشت، یک ترمیوه میخورد سود انگشتش میبرد. وقتی که میبرد وزیر میگفت که هر چیزی که الله خواست خیر است. گفت دستی من بریده میشد و خیر است مگر برای دین زندان کنید. قهرش میبیاد، غضبش میبیاد که هر چیزی که مصیبت بیاد فقط خیر است. میگفت دستی من بریده شد کجاش خیر است، برای دین زندان کنید. میگفت بعد زندان میکنم. بعد همراهی دیگر وزیرش روزی دیگری شکار میبراید. شکار میرن، خلاصه از حدود خودشون به حدود بت پرستا میگذارن. یعنی اینا مسلمان بودن، به حدود یعنی تریتوری خودشون در جنگلاشون میگذارن، به حدود بت پرستا میگذارن که به دست عسکران و سلطاتای اونا میافتن. اونا دستگیر میکند. وقتی که به نزد کلانترشون میبره میگه که اینا به نزد شیخ بریتون چه حکم میکند. وقتی که به نزد شیخاشون میبرن میبیند مقصد از شیخ همون یعنی که روحبانشان، یعنی که پیر دینیشان، پیر معنویشان. وقتی که میبرن میگوید که وزیر میبیند که سالم است، میگوید که اینا در نزد بتام و در نزد خداهام قربانی کنید. این پادشاه میبیند که دستش بریدگی، میگوید که این قربانی نمیشد، این یعنی که حیوانی عیبدار است، یک جاش بریدگی است، این بریتون سرتتون. و پادشاه میبرن از در حدودش یه لغت میزنن و جواب میدن. پادشاه خرسند دوام میبیاد و میگوید که وزیر از زندان بروریتون. وزیره وقتی که وزیر میبیارن میگن که همین خیلی حادثه شد، واقعا همین دست من بریدگیم خیر بود است، این بلا دفعی بلاهای دیگر. وقتی که به سرتون یک بلا آمد، همین چای گرم به لباس قیمتتان ریخت، کتی سفید بود داغ شد، غمگین شدید که این کتی $500 هم چی شد گفته. این بلا دفعی بلاهای دیگر. این بلای معدتر آمد، شما شکر کنید که بلای بزرگتر نآمد. پادشاه میگوید که من واقعا دستم بریده شد خیر بود است، من اینه به چشمم دیدم که همین خیلی حادثه شد، لیکن زندان شدنی تو چی خیر بود؟ یعنی به سری توی هم مصیبت اومد، تو زندانی شدی، از وظیفه یعنی محروم شدی موقتا باشدم، چی خیر بود؟ میگم که اگر من زندان نمی شدم امروز من به جای اون وزیر به نزد بوتی آنها ذبح می شدم. یعنی امروز من کشته می شدم. یعنی هر مصیبتی که آمد در پشت آن مصیبت خیر است. حضرت عایشه 13 ساله بودن، مادر مومنات تهمت شدن. این بسیار مصیبتی وزنین در طول حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. در همسرشان یعنی تهمت شد. این به عزت و شرف پیامبر، به ناموس پیامبر صلی الله علیه و سلم طعنه بود. همسری پیامبر اسلام زنش دستی به زیشت زده است، گفته منافقا سخن پهن کردن. یک ماه وحی نمی آمد، الله تعالی خبر نمیداد که همین زن پاک است یا نه. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم با بعضی صحابه ها مشورت کردن، با حضرت علی و با حضرت اسامه ابن زید حب رسول الله و ابن حبه صلی الله علیه و سلم، یعنی پسری پسرخواندشان، پسری اسامه ابن پسری زید ابن حارثه اسامه داشت، نام داشت. با اسامه مصلحت کردن. اسامه گفت که امسک علیک زوجک، زنتون مستحکم دارید یا رسول الله. حضرت علی گفتن که طلاق دهید یا رسول الله. بنابراین بین حضرت عایشه و حضرت علی این کمتر نافهمی‌های ها بود.
حضرت عایشه یگان هیچ چیزی نگفتن، لیکن فقط تا آخر عمرشون گپ نزدن دیگر. قطعا حضرت علی برای همین توصیه دادگیشون. اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم با دو جوانان مصلحت کرد. عادتا با ابوبکر و عمر مصلحت میکردن، با پیران سالها، با بزرگ سالها. لیکن در این مسئله با جوانها، چون جوانها چیزایی میدونند که موی سفیدا نمیدونند. موی سفیدا دختری فلانچی خانه‌دار شدنی هستم، چه خیلی از گوید بسیار آدمی خوب است، باباش آدمی خوب بود، مادر کلانش آدمی خوب بود، پدرش هم آدمی بد نیست میگفت. اون نظری و دیگر خیلی است. لیکن این دختر اهم صنفاش پرسید، میگوید که اینند اینستاگرامش هست، اینند فلانش هست، این فلان کارهای کردگی است، یک نمود خبرهای میداند که بنابراین از موی سفیدا نمیپرسید این خیلی خبرهای. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده از حضرت علی که جوان بودند، حضرت اسامه ابن زید که برابری نبیره هاشان بود، مصلحت پرسیدند. حضرت علی برای حمایه نسبی پیامبر صلی الله علیه و سلم، برای حمایه شرفی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که یا رسول اگر مادامی که دلتون غش میکند، زنها زیاد است، یعنی برای شما دلخواه دختر گرفته میتیم، طلاق دهید خاطرتون جمع میشد، شبهه است. حالی نمیدانید که حضرت عایشه این کار کرده است یا نکرده است. یعنی همین خیلی گپ ها بود. بعد الله تعالی در حق حضرت عایشه بعضی علما میگن 18 آیات نازل کرد. حضرت عایشه میگن که من میدونستم که الله تعالی منو پاک میکند، چون که الله تعالی دروغ نمیگوید، الله تعالی خیانت نمیکند، پاک است و الله تعالی طرفدار مظلوم است. اینو من میدونم، من میدونستم که الله تعالی منو پاک میکند، لیکن فکر میکردم که همین جبریل اومده میگه که عایشه عیب ندارد یا پیامبر صلی الله علیه و سلم خواب میبینن. همین قدر فکر میکردم. من فکر نمیکردم که در حق من آیات های نازل شود که تا روز قیامت در مسجد های تمام دنیا قرائت شود، در تمام دنیا، در تمام عصرها سوره نور تلاوت میشه در حق حضرت عایشه، در پاک بودن حضرت عایشه. من فکر نمی کردم که الله درباره من گپ میزند، من فکر میکردم که شأن من پایانتر است از آن که در حق من آیات نازل شود. در ابتدا مصیبت بود. حضرت عایشه 2 شب و 1 روز گریه کردند، حتی میگن که دیگر آبی چشم در وجودم تمام شد. بسیار مصیبتی وزنین بود، لیکن عاقبتش نیک شد. همین خیلی وقتی که به سر انسان مصیبت می بیاید، انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منها. ای الله به این مصیبتم برای من اجر ده، ثواب ده. مصیبت ثواب است. وقتی که به سرتون بلا میبید و صبر میکنید، ثواب میدهد الله تعالی. و ثوابش از بعضی عبادت ها بلند است. و برای من عوضی نیک ده، عوضی نیک. الله تعالی عوضی نیک میدهد. و این مصیبت میدهد، از پشتش نعمت‌های عظیم میدهد. بنابراین وقتی که به سرتان مصیبت میبیاد، ناخوشی میبیاید، برادران و خواهران عزیز، دانید که در پس این مصیبت نیکی است. و این مصیبت آمد تا اینکه بلای بدتر از این را دور کند. وقتی که به سری بنده ناخوشی آمد، 3 شکر واجب میشد. یکمش وقتی که الحمدلله گفت برای مصیبت، اجری عظیم، ثوابی بزرگ میگیرد. و نامه اعمالش نوشته میشد، صبر میکند، ثواب میگیرد. و این اجری عظیم تقاضا میکند که انسان شکر کند. دومش الحمدلله که همین مصیبت از این دیده بزرگترش نآمد، از این دیده مصیبتی وزنی نآمد. الحمدلله الله تعالی میتونست بلای کلانتر فرستاند، لیکن از این بلای مصیبت نآمد، کلانتر نآمد. به همین خرد دادگیش صبر میکنید، شکر میکنید که بزرگترش نداد. و سیومینش اینکه الحمدلله که این مصیبت در دینم نیست، مصیبتی دنیوی هست. ولی شوهرتون زنگ گرفته است، شاید صبر کنید. شاید وقتی که زنی نوا گرفت، بعد قدر شما رو میداند، بعد میفهمد که شما چقدر داشتید و چی. بعضی انسان ها واقعا بعد زنی دوم گرفتن، بعد قدر زنی یکم میدانند. بنابراین مادامی که گرفته است، این دیگر از دست شما چیزی نمیبیاید. نمازهاتون رو خوانید، از الله تعالی دعا کنید، طلب کنید، ذکر کنید، به تربیت فرزندتون بند شوید، مشغول شوید،
با عبادت و با بندگی مشغول شوید. دعا کنید که الله تعالی بر قلب شوهرتان مهر و محبت شما را دهد و در مسئله دوم زن گرفتگیش کاردار نشید. بله او دروغ گفته است، گناهکار است. او فریب داده است، گناهکار است. خودش گفته است که من در زندان روسیه هستم، گفته است نعوذ بالله به تاجیکستان زنگیری رفته است. این گناه است. الله گناهش بخشد. اینکه تا این درجه هم فریبگر نشوید تا برادرای عزیز. آخر نخواد آدم خودش آزاد باشد و زندان، بعد احتمالی همین وقتا زندان شدنش است. بعد حقانی زندان میشد، بعد میگوید که اون بیچاره فریب دادم، بیچاره سوزانیدم، امروز من در زندان نشستم. ظلم حرام است برادر عزیز. کوشش کنید در حق یگان بنده الله تعالی، حتی در حق حیوان ها هم ظلم نکنید. در حق جن و شیطان هم ظلم کردن ممکنه. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. الله تعالی میگه که شما اگر یک آدم بد بینید، دشمنتان باشدم، در حق دشمنتان هم ظلم نکنید. یا دشمنتان کافر است، لیکن تهمت نکنید، مثلا ظلم نکنید، از گناهش بالا جزا ندهید. این ظلم میشه. یک آدم بد بینید، یک گروه بد بینید، همین بد دیدنی شما، همین بدبینی شما به ظلم برده نرساند. ظلم حرام است، یعنی از حقش زیاد جزا دادن. علل خصوص همسر خود و فرزند خود و نزدیکان خود و مسلمان ها را اذیت دادن، این باعث میشد که بنده به لعنت الله تعالی گرفتار میشه. بنابراین از این عمل ها پرهیز کنید. شما خواهر عزیز صبر کنید، دعا کنید، همراهی شوهرتون جنگ و جنجال نکنید، از الله تعالی امید کنید. ان شاء الله الله تعالی عوضی نیک میدهد. والله تعالی اعلم. ما مرده که ما گفتگی بدم، اگر شما که زنگ گیرین، من قسم خوردم استاد که من زندگی نمیکنم. این قسم من چی میشود بعد استاد؟ به قسمتان قسم به نام الله خورده بودید؟ گفتم والله قسم گفتم من صبر کرده نمیتونم، جدا میشم. گفت والله بالله الله که من زن نمیگیرم. گفت استاد اگر زن نمیگیرم گفته باشید و زن گرفته باشه، او هم قسمش شکست است. شما وقتی که قسم خوردید که از شوهرم جدا میشم گفته، اگر امکانیت داشته باشید به 10 مسکین سر و لباس خریده میدهید. سر و لباسی که نماز خواند، زنک باشد مثال کرته، ازار، رویمال، مردک باشد یک شیمو یک کرته مثلا. اگر اینا نتونستید طعام میتید به 10 مسکین، یا طعامی که سیر شود، یا به 10 مسکین طعام یک بار سیر میشدگیشه، یا اینکه به یک مسکین طعام 10 مسکین میدید. یعنی یک مسکین به 100 روبل سیر میشد، به 200 روبل سیر میشد مثلا. من نمیدونم، حساب میکنید به 10 ضرب میزنه به مسکین. اگر این هم شرایطش نداشته باشید 3 روز روزه داشته میدید، 3 روز روزه داشته میدید. این کفاره قسمتون است. لیکن جدا نشوید. مادامی که شوهرتان نمازخوان است، دروغ گفته است، الله بخشد، صبر کنید، ان شاء الله عوضی نیک میدهد الله تعالی. علل خصوص از اون شوهرتان فرزند دارید و آینده این فرزند باید همراهی پدرش تربیه یابد و دیگر کس شوهر مادامی که طلاق نداده است، یعنی که خودتان طلاق طلب نکنید. طلاق طلب کردن گناه است. صبر کنید، این روزا میگذرد. مثلا چقدر آدم‌ها فرزنداشون هم از دست دادن یا شوهرشون هم از دست دادن. یک در یک صدمه بین قزاقستان و تاجیکستان، یک زنک شوهرش، فرزندش، مادرش، هم یک ماشین، همه از دنیا گذشتن به یک صدمه. از همه محروم شد. شما محروم نشدید از شوهرتون، موقتا محروم شدید. یعنی مصیبت شما سبکتر است. الله تعالی میتونست مصیبتی وزنین تر فرستاند. الحمدلله گوید صبر کنید، ان شاء الله حال شوهرتون با قدر شما میفهمد. معامله نیک کنید، خیر مبارک باشد گوید، ان شاء الله نیک میشد. از الله تعالی دونید، معامله با الله تعالی کنید. خوشبخت کننده الله هست، بدبخت کننده الله هست، نعمت دهنده الله هست. همیشه با الله معامله نیک کنید. لذت خوشبختی، لذت حیات در عبادت الله تعالی و در پرستش الله تعالی هست، نه در شوهر داشتن و نه در مهر و محبت شوهر. بله این چیزا از الله تعالی میشه. دعا کنید، ان شاء الله همش خوب است. در خانه‌تان شینید، عبادت و نماز و قرآنتون خوانید، ان شاء الله همش خوب میشه.